سلام بینندگان عزیز، امیدوارم خوب و خوش و سلامت هستید. بینندگان عزیز، دوستان گرامی، امروز در حیات ما و شما مشاهده می شود کاستگی مهر و محبت فرزند نسبت به مادر پدر خود، نسبت به نزدیکان و پیوندانش که این حالت البته بسیار ناراحت کننده است. از این لحاظ می خواهیم امروز حیات یک نفر پیرمرد یکه و تنهایی را پیشکش شما گردانیم که امروز این پیرمرد هم از مهر و محبت، از پرستاری و غمخواری فرزندان به نصیب گردیده در خانه پیرانسالان شهر خوجند روز میبرد. قهرمان امروزه ما همروقل محمد نظرف هستند، ساکن 67 ساله شهر خوجند و وقتی که با این پیرمرد صحبت میکنیم بسیار زندگی پردرد، بسیار روزگار سنگین را از سر گذرانیده است که به قول شنیدن آن سنگ خورا را آب میکند. قهرمان ما از عائله اول خود سال 1993 یعنی 29 سال قبل محروم مانده همگی با یک پسر چند سال تنها زندگی میکنند و بعد آن با توصیه نزدیکان و پیوندان دوباره عائله برپا میکند. اما وقتی او نمیخندد و به خلاصه میرسد که از این عائله‌اش جدا شود. وقتی که با عائله دویمش یک مدت یعنی مهلتی 4 ماه زندگی میکند، از عائله پرماجرا و پرمناقشه زندگی تنها را افضل میداند و با همسر دویمش جدا می شود. وقتی این پیرمرد همگی با یک پسر تنها میماند، میخواهد در آینده این پسرش صاحب علم شود. عذاب‌هایی که پدرش از دست بی معلوماتی، از دست بی کسب و کاری کشید نکشد. از همین لحاظ یگانه پسرش را به کشور همسایه ازبکستان میبرد. در یکی از دانشکده‌های با نفوذ شهر تاشکند پسرش را داخل میکند. به قول خودش خود نخورده نپوشیده با عذاب سنگین با آبله دست یگانه پسرش را کلان میکند، به دانشگاه داخل میکند. اما بر عوض این همه پسرش بعدی عائله دار شوی بسیار متاسفم پدر را فراموش میکند. اگرچه پسر مهر و محبت درکاری را به پدر خود داده نمیتوانست، اما مهر پدری در دل عمک همروقل جوش میزد. برای دیداربینی فرزندش نفقه و پولهای با مردکاری یافته خود را جمع کرده برای پسر و کلینش خوراکه و پوشاکه می برد. اما با این وجود پسر پدر را خوش نداشت و به قول در را با منت بروی پدر می کشد. بالاخره این همه به دل پیرمرد زد و دیگر پایش را از خانه پسر رفتن کشید. تنها زندگی کرد. تنهایی هم او را بیمار و خسته و افگار کرد. اولهایی که پیرمرد تنها بود، البته کم کم دیر باشد هم خویش و تبار به عیادتش می آمدند. همسایه ها نگاه بین می کردند. اما وقتی 3 سال قبل پیرمرد به درد شدید پای گرفتار شد، روزی دراز دیده به در می دوخت که کسی دلش بسوزد بیاید در رو بروی این مرد یکه و تنها گشاید. اما به قول خودش وقتی که کار میکرد دارا بود، صاحب مال و چیز بود، در اطرافش به نام دوستان و خویشان زیاد بودند. اما وقتی که پیرمرد این همه را از دست میدهد، به قول خودش برابر چیزش از دست رفتن، خویش و تبارانش هم از نزدش دور شدند. تنهایی، به نگاه و بین ماندن، بیماری او را به جای شفا بخشیدن البته که شدت می بخشید. پیرمرد دیگر حتی راه گشته نتوانست. بنابر همین به خلاصه رسید که از این همه تنهایی ها بگریزد و روی به خانه پیرانسالان بیارد. 3 ماه پیش یعنی ماه دکبر
پیرمرد به خانه پیرانسالان شهر خوجند آمد. در این خانه که دوستان و هم تقدیرانش را دریافت، امروز خود را یک اندازه آرام و ساکت احساس می کند. از خدمت رسانی هایی که در مرکز نامبرده می بیند شاد است، اما تشنگی به مهر فرزند، صمیمیت و محبت نزدیکان و پیوندانش همیشه یک محتاجی را احساس می کند. در قعر دلش گله‌مندی از فرزندش خیلی زیاد است و این پیرمرد میگوید کار فلک را کاسه دور میگویند و او باور دارد یک روزی که فرزندش به سن سال او میرسد، البته هر عملی که به پدر خود کرد از فرزندانش میبیند. بینندگان عزیز، دوستان عزیز، بیایید یک لحظه نوارهایی که ما با این پیرمرد صحبت کردیم منظورتان کنیم. بعضی قسمت هایی که ما نگفتیم بگذار خود پیرمرد بگوید و درد دل او را با هم تماشا میکنیم، گوش میکنیم. بعدا قضاوت از خود شماست. به همیشه گردش فریقت همیشه آمدم. شرایط خدا بشکر همه چیز هست. همین رهبران با 1000 بار رحمت. خدا بشکر من همیشه به زندگی کراسیم. همه چیز تخته، هیچ کمبودی نیست. خدا بشکر من کلانه با 1000 بار رحمت که من همه شرایطم هست. من خوراک نست، آب گرم، آب خنک هست، جای خواب گرم، همه چیز شرایط هست. دولت ما با رحمت که همین شرایط طوری کردم ماندن، ما همجا بوده زندگی کراسیم. خیلی من پیش کار میکردم، شرایطم نقض بخودم بیارشم کار کردم و کردم میگشتم. من هرچه سال باز، سالی 93 ویسلش یه خودم زندگی میکنم. من کار کردم میگشتم. آخر وقتا با من کسم شده خرابتم آمده فهمیدم که همین خیش تبارو مثال یار دوستم آدم دور میشودیم. همین من چی میگفتم؟ همه خیلی دولت بهش رحمت که من همه خیلی شرایط کردم آمده من همینجا من آدم خیلی رسیم دم گرفتم زندگی رسیم نه از خدا باش کن اکن با چیزی میگم. چی کار میکردید پیشتر؟ دوره جوانیتون صحتیتون آمد چی کاره بودید؟ دوره جوانی با تکنیکه با سرچقه بودم، شافری کردم. بعدی وای استرایکه با کار کردم، ساختمان با چقدر خانه ساختی من کار کردم میگشتیم. من اکن سال برفت کچھ قوت نموند، من خیلی آخر بعد اتدام ماندم. نگاه میکردم که آدم نبود، مجبور من آمدم که اینجا اخوانده خودم بیتر بود است، ناز بود است. من کی آمدید دمک جان؟ آمدنتون چند وقت شد؟ 10 دکبر بود. من همین آخر سال بود سن معظم گریخته یک خورفته ماندم. شرایطی نگاه میکردم که آدم نبود. همین فهمیدم که همینجا من خیلی جاهای من حرکت کردم، همینجا آمدم. من حاضر خدا باش کرد سلامت من سلامتیم نقض شد. شرایطی اینجا جا نقض بوده است. من همین شرایط بود آمده 1000 بار شکر کردم. رحمت همین کلام آبا که من شرایط ما همه چیز هست. چی بیمار بودید دمک جان؟ از چی بیماری رنج میکشیدید؟ نه من هیچ ویم نیست. من خدا باش کرد رگشت نمیتونستم. من حاضر نقض بیمار خسته برآمده آمده گشتیم. نقض خدا باش کرد. اویلم قضا کرد گفت نکن. بعدی وای من همین خیلی گشتیم. اگه نیتی نیکتی برده ماندم و بعدی من طوری نامد گذشته در آمده و برآمدن ازبیستان قیم بود. همه وقت من رفته نتانستم. بعدی وای من سال 2012 آیلم قضا کرد. فرزندم فقرایی ازبیستان شده مالده بجا بود. من یک همسایه داشتم کرانسا ولی قریب 80 به نزدیک رفتگی بودن. 6 تا پسر و یک دختر داشته بودن.
من آخر سال با سفید سال که کلاشا وای شدم یک بار خودش گفت میکنه شد همین وقت من مجبور شدم سر چه قبیده که همین زده با یک هفته با یک بار آچرد میاد نوبت قطعی میگو کلیتون گفتم همین وقتا با میگو نکرد وای بچه اکنون من یک تا خیلی دقت میشم خدا باشکر میگم همین دولت بر احمد میگم که دولت تاجیکستان بوده است خبرگان جوان بوده شرایط بوده است همین پرزیدنت با برنجی با کلانا و هزار بار رحمت میگم. این است مختصری حیات یک مرد تنها که با امید برای در پیریش عصای پیری گردیدن فرزند او را کلان کرد، اما چه خیلی که در نوار دیدید امروز در تنهایی به سر میبرد. اصلا این گونه قصه ها در زندگی همه روزه ما زیاد هستند، اما هر فرزندی که مثل فرزند قهرمان ما یعنی امک همراکل رفتار میکند یقینا داند که کار فلک کاسه دور را میماند. امروز او به پدر خود بی‌مروتی کرد، یقینا فردا به سن و سال پدر میرسد و از فرزند خود این عمل را تکرارا میبیند. امیدواریم همه فرزندانی که امروز در سر مادر پدر دارند بودن آنها را غنیمت میشمارند، به قدر آنها میرسند و به قول خاک پای آنها را به چشمان خود توتیا میکنند. و همین قدر خواهش داریم از هر نفری که امروز در راه قدم مانده فرزند امک همراکل است قدم از این راه بردارد، به قدر مادر پدرش برسد و بودن آنها را یک دولت بی‌مثل و مانند شمارد. خداوند به همه مادر پدران ما دولت پیری دهد و این دولت پیری را البته در حلقه فرزندان و پیوندان گذرانند.